سلام علیکم دوستان. در این قسمت میخوایم براتون یاد بدم که چگونه مشکلات اینترنت خود را برطرف کنیم. همین حالی که میبینید هر چقدر علامه اینترنت خود را روشن میکنم میبینید که علامه تیک نمیاد. پس تنها راه حل از این است میرید در بخش تنظیمات، شبکه‌های داده همراه، در بخش داده تلفن همراه، تنظیمات APN. اگر تلفن شما تنظیمات 3 رقم نیست، شما میتونید در اینجا در بخش جستجو آمده فقط APN نوشته کنید، روی این گزینه کلیک کنید و میبینید که گزینه ها ظاهر میشه و در اینجا شما فقط روی APN ها کلیک کنید. اینجا دست چپ 3 نقطه را کلیک بکنید، APN جدید. نام اختیاری است، مثلا من نوشته میکنم روشن. APN از این میمانم روشن دات نت. نام کاربری من مشکل نیست، هر نام که باشه. تکنولوژی با مصطفی. ولی مشکل نداره، شما هر نام که انتخاب میکنید. گهجواره مهم نیست، سرور فقط اینجا بازم روشن. تمام چیز ما دیگه آماده است، میتونیم از این استفاده بکنیم. حال میبینید که من اگه علامه اینترنت خود رو روشن بکنم میبینید که تیرها فعال شده و دوباره میتونم از اینترنت به خوبی استفاده بکنم. و اگر از این ویدیو خوشتون آمد هم لایک کنید و مشترک شوید تا از ویدیوهای دیگر من با خبر شوید.